در ناحیه کوشانیان برای عملی نمودن دستور سپارش‌های رهبریت عالی کشور در سمت ساختمان از نوسازی و تجدید راه‌های محلی و اهمیت جمهوری و بین المللی داشته تدبیرهای زیادی اندیشیده می‌شوند. رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه کوشانیان و مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد در این سمت کارهای زیادی را به سامان رسانیده، قسمت زیادی راه‌های اهمیت محلی و جمهوری داشته را از تعمیر خوشصفت برآورده ایستادند. موافق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه کوشانیان برای در سطح بلند سیاسی و فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی استقبال کردن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان زیاده از 300 انشاءات جشنی در حدود ناحیه ساخته می‌شوند. در این راستا ساختمان از نوسازی و تعمیر و تجدید راه‌های و کوپروک‌ها مناقشه گرفته شدند که تا جشن افتخاری ملت زینه به زینه مورد بهره برداری قرار می‌گیرند. باعث خوشنودی و سرفرازی است که امروزها در ساختمان انشاءات تعیینات گوناگون کوپروک و راه‌ها نقش صاحبکاران محلی خیلی کلان ارزیابی کرده می‌شود. در این عمل یک سهم صاحبکاران وطنی کلان بوده، آنها در اقدام‌های نجیبانه حاکمیت محلی دست کمک و یاری خود را همیشه دراز می‌نمایند. مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ناحیه کوشانیان در اختیار خود 230 کیلومتر راه‌ها و 100 عدد پل‌ها را با درازی 1458 متر در اختیار دارد که 37 کیلومتر آن اهمیت بین المللی داشته، 17 کیلومتر جمهوری و 170 کیلومتر آن اهمیت محلی دارد. در واقع راه‌ها این پیوندگر دلها و واسطه بلند برداشتن اقتصادیات و بالا رفتن سطح زندگی ساکنان محسوب می‌یابد. هر قدر آنها خوبتر و بهتر تعمیر کرده شوند، کشانیدن مال و محصولات کشاورزی به منطقه‌های گوناگون مملکت تامین کرده می‌شود. از جانب مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ناحیه در سال سپری گریده با جلب صاحبکاران محل ساختمان و تعمیر راه‌ها در جماعت دهات نوبهار 7 کیلومتر، در جماعت دهات زرگر 8، در جماعت دهات مهنت آباد 6.5 کیلومتر، در ثروت استقلال 10 کیلومتر، در مجموع 28 کیلومتر راه‌ها از تعمیر خوشصفت برآورده شده اسفالت پوش گردیدند. برای آباد و زیبا و تازه آزاده کردن شفت راه‌ها کارهای سبز و خرمگردانی خوب برآورده شده، نهالان ارچه و گل و گلبوته‌ها شنانیده می‌شوند. برای تامین بخطری راه‌های اتومبیلگرد ناحیه و پس‌سر کردن زمستان تدبیرهای سریوقتی اندیشیده شده. مواد زیادی لغزش 209 متر کوبی، نمک تکنیکی 14 تن، انگشت 1 تن، هیزم 5 متر کوبی، سوزشواری دیزلی 1500 لیتر ذخیره کردند. همزمان 4 عدد تکنیک‌های راهسازی و راهتازه‌کنی در حالت آماده باش قرار دارند. باید گفت که شغل اساسی ساکنان ناحیه کوشانیان کشاورزی بوده. آنها محصولات خود را توسط همین راه‌ها به ساکنان مملکت انتقال می‌دهند و توسط همین راه‌ها صادرات آن را تامین می‌نمایند. از این لحاظ تعمیر هر یک قطعه راه و کیلومتر برای ساکنان مایه خوشحالی و افتخار است و امروز هم با شکرگزاری از دولت آباد و آزاد و کارهای سازندگی و بنیادکاری اظهار سپاس می‌نمایند. این تدبیرهای آبادگرایی با مقصد برآمدن از بنبست کمیونیکاسیونی و به کشور سبز تبدیل دادن تاجیکستان صاحب استقلال است که در تمام گوشه و کنار ولایت ما پای عمل قرار دارد. حسن زاده گلیزاد، علی شریف، نمازلی ارگش، اخبار ناحیه کوشانیان.